اصلا نمیشه اینجوری. خب از مدرسه شما چه خبر؟ والله همه چی خوبه، ولی یه چند تاشون هستن که دیوونه‌مون کردن، یه آسیبمون کردن. دیگه باید یه کار اساسی برای اینا بکنیم. خب اخراجشون کنید. اخراج که نمیشه کرد. این چه حرفی آقا؟ اخراج نمیشه یعنی چی؟ مگه شاکی ندارن؟ شاکی که خیلی دارن، ولی کسی جرئت نمیکنه به اینا حرف بزنه. آقایون ببخشید، یه پیشنهاد سازنده بدم. دیپلم افتخاری بهشون بدیم برن. خب آقای نجفی درست میگن، یه دیپلم افتخاری بدیم برن. همینطور که مشاهده میکنید ما بچه‌های بسیار بانظمی داریم. دستت بچه رو نزن. بچه رو زورت میرسه. خیلی هم ساکتن. آقا چه خبرتونه؟ با شما ما شیوخ نکنید. اون شیوخ نیست چه؟ پس چیه؟ کیه انداداش تو بگو. له مثل چی؟ بس دیگه ساکت. کی میتونه بگه امروز چه روزیه؟ آقا اجازه امروز جمعه است. آخه جمعه کی میاد مدرسه؟ آقا اجازه ما بگیم. بگو. روز هوای پاکه. آقا ما بگیم. روز اولیا مربیانه. آقا ما بریم دشوری. شما 10 دقیقه لال شید، همه چی رو بهتون میگم. آقا نادم شما بگو. امروز روز فارغ التحصیلی شماست. اسامی که خوندم دیپلمشونو میگیرن میرن بیرون. آقا اجازه دیپلمو باید چیکار کنیم؟ باید گابش کنی، بزنی بغل دیپلم خیاطی. احمق، میگن تموم شد مدرسه، برید دنبال زندگیتون. آقا اجازه ما مدرسه نیم پدرمون کتکمون میزنه. یعنی اینکه ما بریم مهر بیایم. آقا شما دیپلم گرفتین، برین دنبال کارتون. آقا اجازه ما دیگه شما رو نمیبینیم. نه بس شد بابا خودم برمینم. ای بابا حاجی همه ناراحت بودن ها. ولی خدایی کاری ندارم تو بمیری همه ناراحت شدن ما اومدیم. آره دو نفر گریه کرد. چی میگم؟ کاش یه سنگ میزدیم به شیشه. چرا؟ چون ادیسون گفته یه سنگ رو بزنی به شیشه یه معجزه یه کارایی میشه. خودتونم بعدا میفهمید. نرنجانی کنید بده بره. کجا بدید؟ حاجی مطمئنی قرض‌بندی وکیلی برای پسر خاله توه؟ زون تشاد یه تایمی اصلا دستم بود مدیریت میکردم. نه بابا. زون تو. ننم جانی. حاجی حالا یه داستانی داره تازگی ها. قفسه‌های صنعتی دست دوم که با نوش مونه میزنه رو به قیمت 1/10 داره میده. 1/10 یه روزه تحویل میده. هنوزم شمارهش همون 0912 1700 1800 1700 1800 داش بهتی میدونه. همراه جاده ساوه است. اول جاده اما یه چیزی از من میخری؟ اما من اونقدر زخم دارم که اگه کل چسب زخماتم بخرم زخمم دوا نمیشه. اما حالت خوب نیست، من آدرس بفروشم، چسب زخم نمیفروشم که. ببین عمو جون، ما زندگیمون انقدر تلخه کل آدم ساتم بخوریم مزه دهنمون عوض نمیشه. من آدم نعنایی دارم، مزه دهنتون عوض میشه. عمو جون به چه زبونی بگیم؟ پول نداریم برو دیگه. از اولش هم میدونستم قیافت شبیه این که دگودورا بود. من بگو که فکر میکردم دانشجوی چیزی است. دانشجو؟ حامد چجوری میرن دانشگاه؟ داش کاری نداره که میری سر کوچه میگی مستقیم میبرن دانشگاه. تازه با مترو هم میتونی بری. فقط قبلش باید بریم بدیم. نه آقا منظورش کنکوره بابا. آره کنکور. نمیدونم چرا آدامس دیدم دستشوییم گرفت. حتی فقط قبلش باید یه جایی بریم. کجا؟ بیایم بریم بهتون بگم. بریم. آقا ببخشید کتاب جمله سنگین رو موتور دارین؟ یعنی چی؟ از اونایی که جمله سنگین میگن تای سوسماسی میخوره. برو یکم جلوتر کتاب لطفاً گوسفند نباشیم و بردار. بریم چیه؟ نصیرالدین ابوجعفر محمد ابن محمد طوسی ملقب به قاضی نصیرالدین. هم سب طولانی بود نگاه رفت اوکی شد. خیلی طولانی بود. دوباره با ستاره پر شد. من برم خالی کنم بیام. برو
بخون. ملکب به خواجه نصیرالدین طوسی که زادگاه 80 طوس در خراسان یا ساله آورده کار داری میکنی؟ درست پرت نکن، درس رو بخون. چه پیاله؟ شما واقعا اومدید برای کنکور بخونید؟ نه، ما اومدیم واسه مسابقات پرورش اندام آماده شیم. ای بابا بدتر اذیت نکنید دیگه. اما ما هر کدوممون یه مدل دانشمندیم. ببین عمو جون، ما اومدیم کتابخونه به شما کمک درسی بدیم. اگه شما واقعا دانشمندین چرا میگن زمین گرده؟ چرا نمیگن مستطیله؟ چون که هر کی به ما بدی کرد بدی رو کردیم. نه آقا، بدی برگشت به خودش، کارما و شاخلاری. حالا فهمیدی عموزون چرا زمین گرده یا بیشتر توضیح جان شما کارت عضویت دارین؟ اینو داشته باش. کارت عضویت که نه، ولی کارت دستی زنجان داره. البته بستگی داره شما کدوم سایزشو بخواید داداش. زنجان و شاخلاری، تایلیور هم داریم. شما اصلا میدونید اینجا کجاست؟ بله، اینجا تهرانه، یعنی شهری که بانمک میگم اینجا عضویت داریم. آقا واقعیتش ما عضو زیاد داریم. شما با کدوم عضومون کار دارید؟ اومد پیسیه؟ آقا شرمنده، ما عضو اینجا نیستیم، اومدیم درس بخونیم. الان مشکلیه؟ مشکل همتونید. اینجا باید ساکت باشید. سوال درسی دارید بپرسید. آقا بیشوری؟ منظورتون کتاب بیشوریه؟ نه واقعا بیشوری. بس دیگه بلند شید برید بیرون. میرم بلند شید برید بیرون. نه برید بیرون، اینجا جاش نیست. برید بیرون. برو بیرون آقا. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فس دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پایست و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا هله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر